سرخط مهمترین خبرها: امامعلی رحمان از تحریم و گرانی نرخ‌ها صحبت کرد. دو خواننده مکتب از سوق صاحب $300,000 گرانت شدند. و دسته استقلال آیا قهرمانی سال گذشته اش را تکرار می‌کند؟ درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 15 اپریل است. رئیس جمهور امامعلی رحمان ضمن سفرش به شهر پنجکین از تحریم و گرانی نرخ‌ها نگرانی کرد. آقای رحمان روز 14 اپریل در پنجکین گفته است بر اثر نزاع‌های سیاسی و اقتصادی، تحریم‌های مالیوی، اینچنین ادامه یافتن پاندمی کووید 19، مشکلات گلوبالی، گرمشوی اقلیم و پیامدهای منفی آن، دسترسی اهالی سیاره به مواد غذایی تا رفت مشکل گردید. اما رئیس جمهور مشخصاً از یگان نزاع نام نبرد. بیش از یک ماه اخیر کشورهای غرب به خاطر حمله به اوکراین علیه روسیه تحریم‌های سخت جاری کردند. تأثیر این تحریم‌ها را کشورهای همپیمان روسیه از جمله تاجیکستان نیز احساس کردند. امامعلی رحمان روز 14 اپریل همچنین گفت که نرخ تمام نوع‌های مال و محصولات و در نوبت اول محصولات آذوقه‌واری قریب در سراسر جهان به طور بی‌سابقه بالا رفته ایستاده است. پرزیدنت درباره گرانی نرخ‌ها در تاجیکستان چیزی نگفت. او تنها از مردم دعوت کرد که زمین‌های در اختیار داشته‌شان را ثمرناک استفاده برند. امامعلی رحمان بار دیگر مردم را به ذخیره کردن غذای 2 ساله دعوت کرد، هرچند برخی از ساکنان گفتند که امکان چنین کار را ندارند. دوام یک ماه اخیر نرخ چندین محصولات نیاز اول در تاجیکستان از جمله آرد، روغن و شکر قیمت شد. تاجران این را به بالا رفتن قرب $1 آمریکایی ربط دادند، اما برخی ها این را بهانه می‌دانند. دو خواننده مکتب از شهر خوجند در آزمون‌های دانشگاه‌های آمریکا و شویتزر غالب شده صاحب $300,000 آمریکایی گرانت آموزشی گردیدند. امیربگ زاکرۆف و سمندر سمندروف از حساب این مبلغ می توانند در دانشگاه اوآلش شتات اوگایو آمریکا و دانشگاه فرانکلین کشور شویتزر طریق بودجوی تحصیل نمایند. این دو خواننده مکتب در لیسه برای خوانندگان بالیاقت شهر خوجند تحصیل می کنند. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت سوغد با نشر این خبر میگوید که امیربگ زاکرۆف نیت دارد در آینده در رشته بیزنس اداره کنی و سمندر سمندروف در رشته آیتی تکنولوژی تحصیل نمایند. به قول منبع این یگانه دستاورد محصلین لیسه برای خوانندگان بالیاقت در شهر خوجند نیست. در پی مشکل شدن صادرات غله از روسیه، برخی کارخانه‌های کارکرد آرد در قزاقستان از کار مانده‌اند. روسیه بعد حمله به اوکراین شاهد یک بحران نو است. مسکو به خاطر پیدا نشدن کمبود در بازار داخلی، صادرات بعضی محصولات نیاز اول را محدود کرده است. تا زمان منع صادرات غله‌دانه روسیه، کارخانه‌های آرد و گندم قزاقستان طبق نقشه کار می‌کردند. گندم ارزان روسیه را برای بازار داخلی می خریدند و گندم نسبتاً گران خود را صادرات می کردند. کارخانه های استحصال آرد در قزاقستان به خصوص در منطقه های هممرز با روسیه از کار ماندند. حالا وزارت کشاورزی می گوید قزاقستان ذخیره کافی غله دارد و کمبود آرد و گندم تهدید نمی کند. در رسانه‌ها یکچند گزارش درباره از کار ماندن کارخانه‌های استحصال آرد به دلیل کمبود محصولات نشر شد. تأکید می‌کنم که در این مسئله کمبودی وجود ندارد. کشور به قدر کافی گندم دارد. به اطلاع وزارت کشاورزی تا 1 اپریل امسال در قزاقستان تقریباً 6.5 میلیون تن غله ذخیره شده است. این گندم هم برای بازار داخلی و هم برای صادرات کافی بوده است. مقامات استحصال کنندگان آرد را که نصف از تمام ذخیره غله را در اختیار دارند به آن گناهکار می‌کنند که با هدف به دست آوردن فایده زیاد گندم را برای فروش به خارجه نگاه می‌دارند. از همین سبب صادرات بیشتر از 1 میلیون تن گندم منع شد.
این یک نرخ تاریخی و حد اکثر برای استحصال کنندگان آرد و گندم ماست که می توانند محصولاتشان را فروشند. پهلوی دیگری مسئله منفعت مردم و مسئله امنیت است. اینجا ما باید یک میانه طلایی را پیدا کنیم و مقدار ضروری برای خود را معین و ذخیره نماییم تا اهالی را تأمین کنیم و به دهقانان امکان دهیم محصولاتشان را با نرخ خوب فروشند. کارخانه استحصال و کارکرد گندم آرد میگویند که به اشیای خام ماندند. در اتفاق غله‌کاران بر این باورند که صادرات غله پرره منع کرده شود. آنها به وزارت کشاورزی قزاقستان توصیه میدن که ذخیره گندم را درست ارزیابی و معین کنند، زیرا ممکن است معلومات دایر به تقریبا 6.5 میلیون تن گندم نادرست باشد. ما میدونیم که اضافه نویسی زیاد است، نارسایی هست، بنابراین ما گفتیم باید ذخیره باقی مانده را حساب کنیم و تنها بعد از آن می توانیم به پیش حرکت کنیم. در وزارت کشاورزی قزاقستان تاکید میکنند که نرخ نان در آن کشور بالا نخواهد رفت. دولت برای نگه داشتن نرخ کمک میکند. محدود کردن صادرات گندم به کشورهای همسایه که از آرد قزاقستان وابسته‌اند سخت تاثیر خواهد کرد. یکی از خریداران اساسی گندم قزاقستان تاجیکستان است. رده بالای اوکراین با قبول قرار عمل ارتش و رهبریت سیاسی و نظامی روسیه را در آن کشور قتل عامی مردم اوکراین اعلام کرد. به اطلاع سامانه رده از قرار مذکور 363 وکیل پارلمان اوکراین جانبداری کردند. در قرار همچنین آمده است که باید به سازمان‌های بین المللی با نفوذ از جمله سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، ناتو، حکومت و پارلمان کشورهای خارجی از نام رد مراجعتنامه برای اعتراف عملیات روسیه در اوکراین همچون قتل عام فرستاده شود. پارلمان اوکراین لایحه قانون منع رمزهای Z و W را قبول کرد. استفاده این رمزها منبع در شبکه‌های اجتماعی، لباس و اعلان‌ها منع خواهد بود. دسته استقلال تاجیکستان در دوره سوم مسابقه گروهی لیگ قهرمان‌های AFK یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 با باشگاه الهلال عربستان سعودی بازی می‌کند. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمان‌های AFK الهلال شب 15 و 16 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود. بازی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد ساعت 23:15 به وقت محلی و ساعت 1:15 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. استقلال سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFK 2021 با الهلال 2 بازی کرده نخست با حساب 1-3 مغلوب شد و بعداً الهلال را با حساب 4-1 شکست داد. پارسال استقلال در جدول گروهی A با 10 امتیاز در زینه اول قرار گرفت، اما امسال استقلال در 2 بازی اولش شکست خورده است و در گروه در جای آخران قرار دارد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 اپریل را فرا می گیرد. اپریل سال 1928 حکومت اتحاد شوروی قرار قبول کرد که بر اساس آن خط عربی تاجیکی به لاتینی تبدیل شد و تا سال 1940 متن و کتاب و نشریه و مطبوعات تاجیکستان با همین خط نشر می شد. بعد سال 1940 در نتیجه یک تغییرات بنیادی دیگر جمهوری های آسیای مرکزی خط خود را به کریلی تبدیل کردند که تا امروز عمل می کند. دعوت و تلاش ها برای بازگردانی خط فارسی عربی چون میراث ادبی و علمی تاجیک پیوسته رد شده است. 15 اپریل سال 2011 در پی عملیات نظامی که 7 ماه ادامه کرد، یکی از فرماندهان سرکش و خودسری گروه نظامی ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف کشته شد. این عملیات بعد از حمله به کاروان وزارت دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2010 و کشته شدن 25 سرباز در دره کمراب آغاز یافت. مقامات تاجیکستان مسئولیت حمله کمراب را به دوش ملا عبدالله و علی بیدکی از فرماندهان سابق مخالفان واگذار نمودند. عبدالله رحیموف سال 1997 شرایط سازشنامه صلح میان دولت و مخالفان را نپذیرفت و به افغانستان و پاکستان پناهنده شد.
15 апрели соли 1878 нависанда ва олими бузург нахустин президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон бунёдгузори адабиёти шӯравии тоҷик Садриддин Айнӣ таваллуд шудааст. Садриддин Айнӣ барои ислоҳотхоҳӣ ва ширкаташ дар ҷунбиши ҷадидон дар аҳди амири Бухоро 75 зарбаи чӯб хӯрд ва зиндонӣ гашт. ӯ яке аз шоҳидону нависандагони қавии таърихи халқи тоҷик ва муаллифи даҳҳо асарҳои илмиву бадеӣ дар бораи аморати Бухоро мебошад. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه شبانه روز گذشته تقریباً بی‌تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 140 تا 153 سامان عوض کرده می شود. $100 در بانک‌ها به 1240 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 15 اپریل چنین است. بیننده عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. فراموش نکنید که سامانه ما با نشان azadian.org در روزهای استراحتی هم با خبرهای تازه نو می شود. برایتان استراحت خوشخواهانه.